دادگاه اولی تاجیکستان روز 4 ایون سال 2024 شکایت افراد محکوم شده در پرونده پرسر و صدای قتل بانکدار معروف شورت اسمت‌اللهیف را بررسی کرده حکم آنها را به تغییر باقی گذاشت. در پرونده ربودن و کشتار شورت اسمت‌اللهیف معاون رئیس آریان بانک 5 نفر از جمله دلشاد سیدمرادوف، قمرالزمان عزیزوف به حکم ابد و باقی مانده اشتراکچیان این جنایت از 1 تا 27 سال روانه زندان شدند. دادگاه عالی روز 13 ایون سال 2024 حکم همه شرکت کنندگان جنایت را نام به نام به اختیار از پلیس گذاشت. این نیاد گفت حکم این 14 نفر روز 18 مارس سال 2024 صادر شده است. به اطلاع دادگاه عالی، عزیزوف قمرالزمان، سیدمراد دلشاد یا دلشاد کراسافچک، احمدوف اکبر، شاروخ خوجایف، سفروف بختیار از روی مجموع جنایت ها به حبس 1 عمری محکوم شدند. این نیاد نگفته است که مشخص آنها در اساس کدام ماده های کودکس جنایتی گناهکار دانسته شدند. سهراب سفرов و امید حمیدوف برای آدمربایی با غرض شخصی و رازنی با مقصد به دست آوردن مال و ملک 26 سال روانه زندان شدند. فردوس توشتیمیروف برای آدمربایی و رازنی با مقصد به دست آوردن مال و ملک 27 سال روانه زندان شده است. اشورف نگمت برای قلوبی و خبر ندادن درباره جنایت وزنین 4 سال زندانی و 136,000 سامانی جریمه شده است. شورت اچیلدی و سمیر شریبزاده برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شدند. بلال مقصود و پرویز شریپوف هم برای خبر ندادن درباره جنایت 1 سالی زندان شدند. جمشید رحیموف برای سوء استفاده از وکالت‌های منصبی 7 سال از آزادی محروم شده است. معلوم نیست که رحیموف چه منصب داشت و در این جنایت چه نقش دارد. دادگاه عالی گفت همه محکوم شدگان از روی حکم شکایت کاساسیونی کردند، ولی روز 4 ایون حکم سود مرحله یکم را به تغییر و شکایت‌های کاساسیونی به قنوات مانده شد. کشتار شورت اسمت‌اللهیف یکی از پرسر و صداترین حادثه در سال گذشته بود. اسمت‌اللهیف را ماه ایون سال 2023 در نزد منزل زیستش گروه نامعلوم زورن به ماشین سوار کرده به جای نامعلوم بردند. بعداً معلوم شد که او را در یکی از منطقه های ورزوب شکنجه و به قتل رسانیده جسد او را به دریا پرتافتند. با گذشت بیش از 1 ماه جسد او در دریای زرافشان در منطقه پنجکین دریافت و از روی دندانهایش شناسایی و در دوشنبه به خاک سپرده شد. شیر محمد شایان ضمن نشست مطبوعاتی رسما جزئیات ربودن و قتل شورت اسمت‌اللهیف را به روزنامه‌نگاران ارائه کرد و گفت بانکدار تاجیک به ساختمان بنای بلندوشانه با قمرالزمان عزیزوف یکی از شریکان تجارتی او ربط دارد. او گفت بعد در حالت ناگوار مالیوی قرار گرفتن عزیزوف به دلشاد سیدمرادوف معلومات میدهد که گویا اسمت‌اللهیف به ارزش زیاده از 2 میلیارد دلار کریپتووالیوتا دارد. قمرالزمان عزیزوف و دلشاد سیدمراد گروه متشکل جنایتی سازمان داده به طرز و اصول کارمندان مقامات حفظ حقوق عمل کرده نقشه کشیدند که اسمت‌اللهیف را بوده با استفاده زوروری و شکنجه مبلغ‌هایش را تصرف کرده او را به قتل می‌رسانند. برای عملی کردن این جنایت قمرالزمان عزیزوف به دلشاد سیدمراد 1,500,000 دلار وعده می‌دهد، گفت شایان.